رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان روزدار، مؤمنان مخلص و مقرب الله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سپاس ستایش خدای را که سزاوار است که پروردگار جهانیان بوده انسان را بهترین آفریده خود و طاعت و عبادت را برای اصلاح و تقرب او به پیشگاه پروردگارش اساس قرار داد. درود و رحمت بر پیامبران خدا که نمونه ارتباط با آفریدگار بودند و راه درست طاعت و اصلاح را نشان دادند و درود و سلام بر آخرین آنها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و بر خاندان و یاران و پیروانش. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بار الها، ای چرخاننده دلها، دل من را بر دین خودت ثابت و استوار بدار. این دعا است که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم همواره درخواسته هایش از خدایش درخواست میکرد. خواهران و برادران عزیز و گرامی، ما در ماه رمضان، ماه خیر و برکت و ماه موسمی کشت تقوا و پرهیزکاری در دل مؤمنان روزدار قرار داریم. دعا میکنیم پروردگار روزه داشتن این ماه و طاعت و عبادت کردن و خود را شایسته گرداندن را برایمان روزی ببیند. در حدیث شریف از پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده است: ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. بیگمان الله نظر به پیکر و چهره های شما نمی کند، بلکه به دلها و کردار شما نگاه می کند. از همین جاست که الله جل جلاله مؤمنان را در کلام خود یادآور می شود که در دعاهایشان از پروردگار همواره می خواستند: پروردگارا، بعد آن که ما را هدایت نموده ای، دلهایمان را منحرف مگردان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب. دل در پیکر انسان به منزله حاکم و فرمانروا در کشور است. دیگر اجزای بدن به منزله رعیت و زیردستان. اگر حاکم اصلاح و درست شود، زیردستان و رعیت هم درست و اصلاح می شوند. بیگمان ثابت و پای برجا ماندن دل بنده بر دین و روی آوردن او به سوی حق از بزرگترین سببهای رهایی از گناهان و رسیدن به رستگاری و پاک ماندن می باشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: الا ان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آگاه باشید در پیکر انسان گوشپاره وجود دارد. هر وقت تا آن اصلاح شد، تمام بدن اصلاح و درست می شود و هر وقت تا آن گوشپاره غلیظ و رسوا شد، تمام بدن غلیظ و افلاس می شود. آگاه باشید آن گوشپاره دل است. در اصل عبادت را همان چیزی قبول شده می گرداند که در دل انجام می شود و آن نیت است. پاداش عملهای کرده یک بنده بر اساس نیتی آن داده می شود
و نیت عملی قلبی است. حبیب دلها حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگویند انما الاعمال بالنیات و انما لکل امرئ ما نوی. بیگمان ملاک و معیار کردارها به نیت وابستگی دارد و غیر این نیست که برای هر شخص از پاداش و اجر همان است که نیتش را کرده است. دانشمند گفته است سنگدلی و سیاهدلی دو ابزار غفلتند و درمان آن دو روزه گرفتن است. بله، روزه عبادت است که تأثیر والا و حیرت آور در دلها میگذارد. روزه خواهشات شکم و شهوت طلبات غریزه طبیعی انسان را شکسته آن را زیر کنترل قرار می‌دهد. روزه روزه‌دار موجب صاف و زلال شدن دل گردیده هنگام روزه‌داری از گناه دوری می‌جوید که این روش تربیتی دل او را صاف و جلو می‌دهد، رفتار و گفتار و اخلاق او را پاکیزه می‌گرداند. روزه‌دار با نماز و تراویح شیطان را که همواره در کمین برای او وسوسه می‌کرد از خود دور می‌کند. ابن عباس رضی الله عنه میگوید شیطان بر دل فرزند آدم خیمه زده می‌نشیند. هرگاه آدمی به غفلت راه دهد شیطان او را وسوسه می‌کند و هرگاه خداوند خود را یاد کند شیطان می‌گریزد و پنهان می‌شود. بیگمان دل وسیله و ابزار است که انسان به واسطه آن حقیقت مطلب را به درستی درک می‌کند و میان حق و باطل فرق می‌گذارد. پس روزه در اصلاح دل و اصلاح رفتار و کردار شایسته و دوری از کارهای بی‌معنی و ضررآور اخلاقی نقشی کلیدی دارد. روزه طور انسان بخصوص جوانان را تربیه میکند که هیچ مکتب و هیچ مدرسه توانی تأمین چنین ابزارهای تربیتی و اصلاحاتی را ندارد. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید جوانانی که توانی ازدواج را همسر گرفتن را ندارند روزه بگیرند، زیرا روزه سیپر است که شهوت را مهار میکند و آتش خواهشات آن را می نشاند. روزه‌دار با روزه داشتن به مقام و جایگاه می رسد که دعا کند رد نمی شود بلکه اجابت می شود، چون در روزه داشتن شکست و کنترل شهوت، حضور دل و نالیدن و نیازمندی و پیشگاه پروردگار یک جایه فراهم شده اند. ابن قیم رحمت الله علیه می گوید روزه داشتن تأثیر شگفت‌آور در حمایه اعضای ظاهری بدن انسان و نیروی درونی آن دارد. درون و اعضای ظاهری روزه از آغشته شدن به عنصرهای فاسد و تباهکار حمایت میکند. این عنصرهای فساد کننده و تباهکار همانهایی هستند که بر ظاهر و باطن انسان دست یافتند و هر دو را تباه میکنند. بیشک روزه بزرگترین ابزار کمکی است برای دستیابی به تقوا و پرهیزگاری، بلکه روزه داشتن حمایت کننده سلامتی دل و بدن می باشد. روزه آن چیزی را که چنگال کثیف شهوت و خواسته های پستی آن از انسان ربوده اند به او برمیگرداند. پیامبر اسلام میفرماید الصوم جنتون، روزه سپر است. روزه در سیمای انسان روزه‌دار بنیازی او را از غیر خدا وانمود می سازد. خدا از روی مهرورزی به بندگان و نیکی کردن بر آنان و حمایه آنها
از گزندهای گوناگون روزه را بر آنها فرض گردانید و همچون سپر قرار داد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم میگویند بسیاری از روزه‌داران وجود دارند که از روزه خود بغیر از گرسنگی و تشنگی چیزی نمیبرند. این گفته والای نجات بخش بشریت تأکید بر آن است که روزه تنها منع شدن از خوردن و آشامیدن و دوری از بهره برداری به همسران خود در یک وقتی معین نبوده، بلکه باید در این ماه تمام اعضای بدن انسان روزه‌دار باشد. در ماه رمضان غیبت و بدگویی، کینه و بدبینی و ناروا شنیدن و ناروا دیدن، رفتن به جایهایی که گناه و معصیت دارد و انجام دادن کارها و عادتهای بیفایده که بسیاری آنها ضرر هم دارند برای روزه‌دار حرام و دور بودن از آنها واجب است. این ماه در واقع ماه بازسازی دل می باشد. بعضی علما گفتند در روزه غذا برای دل وجود دارد. همان گونه جسم از تناول غذای مادی بهره می برد، دل هم از روزه بهره ور می شود. یک عده دیگر هم بر این فکرند که کلید سلامتی عقیده و هدایت گرسنه نگاه داشتن نفس می باشد. هرگاه اعضای بدن انسان برای خدا تسلیم و فرمان بردار شود، خداوند دل را نورانی می گرداند، نفس را آرایش و صفا می بخشد، جسم را نیرومند می گرداند تا ایمان در دل بنده نمایان و آشکار شود. مصلحت و منفعت روزه نزد خیرد سالم، فطرت و سرشت راست و درست استوار و مشاهده شدنی است. اما نزد بخیردان ناسالم و کج سرشتان روزه به معنا و منفعت‌های آن هم پوشیده میماند. پروردگار عالم این حقیقت را به وضوح بیان کرده است. استعیذ بالله: فما اغنا عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآیات الله. پس نه گوشهایشان و نه دیدگانشان و نه دلهایشان به آنها سود نرسانی، چرا که آیات و علامات خدا را دروغ میپنداشتند. پروردگار ما را از کسان قرار بدهد که روزه‌داری باعث بازسازی دلهایشان گشته و وسیله آن به تقوا و پرهیزگاری دست یابیم. خدا روزه های ما را بپذیرد و در این ماه بزرگ همه روزه‌داران را بر انجام عبادت و کارهای پسندیده‌اش یاری بدهد. خدایا در این ماه بازسازی قلبها، دلهای ما را به گونه قرار بده که عظمت و بزرگی تو را دریابیم و از تو بیمناک گشته به آنچه نزد تو هست امیدوار باشیم. خدایا در این ماه تمامی کارهای ما را اصلاح و تا رمضان دیگر ما را زنده و پایدار نگه بدار. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.